من نمیدونم چرا وقتی به این دوربینه که میخوام گاهی تماس چشمی داشته باشم با شماها و وقتی به اون نگاه میکنم کلا اصلا تمرکز و حواسم نمیمونه. خب سلام، امیدوارم حال همتون خوب باشه. اسم من هستیه، به چنلم خوش اومدید. اگه از قبل داشتیم و داریم ویدیومو میبینید خوشحالم که همچنان با ما انشالله با هم بمونیم تا ویدیوهای بهتر. تو این ویدیو میخواستم یه سری کتابهای پرفروش سال 1403 که آمارشون از فروشگاه کتاب فروشی که توش کار میکنم و از سیستم گرفتم و معرفی کنم. پس بریم که داشته باشیم. رتبه اول میرسه به کتاب تکه‌هایی از یک کل منسجم از پونه مقیمی، نشر بینش نو چاپش کرده و با تعداد 481 مجموعاً پارسال 1403 تو فروشگاه ما کتاب فروشی فروش رفته و تعداد خیلی زیادیه. خب ارومیه هم مثلا اونقدر جای بزرگی نیست. توضیح مختصر راجبش بدم اونایی که اطلاع ندارم. تکه‌ای از کل منسجم کتاب روانشناسی و توسعه فردی هست برای کسایی که حالا مخصوصا کسایی که زیاد حوصله کتاب خوندن یا وقت کتاب خوندن ندارن. خیلی گزینه خوبیه. پونه مقیمی تو این کتاب اومده راجب یه سری مسائل روزمره که ما اکثرا خیلی باشون سر و کار داریم هممون صحبت کرده. خیلی کوتاه، مختصر و مفید و روان درباره هر موضوعی که صحبت کرده. نهایت 2 صفحه 3 صفحه و همین باعث میشه که آدم بیشتر ترغیب بشه بخونه، علاوه بر این که محتوای خیلی قشنگ و جذابی داره و کاربردی و یه سری جواب پرسش هایی که خیلی باعث میشه ذهنمون آشفته بشه رو جواب داده و یه جورایی احساس همدلی میکنه آدم باهاش. واسه همین دلیل فکر کنم منطقی قانع کننده باشه که بخونینش. اونایی هم که نخونده باشی، من خودم فکر کنم 2 سال پیش PDF رو خونده بودم، برای همین ندارمش. بریم رتبه دوم. کتاب 365 روز بدون تو از نشر داهی، فکر کنم نشرشو ننوشتم، با تعداد 305 تا مجموعاً پارسال فروش داشته. این کتابم نمیدونم این آکیرا چند سالشونه، تو سن بلوغ هستن یا نه، اصلا نمیدونم، اطلاع ندارم و کتاباشو فقط در حدی که ورق زدن نگاه کردم. سلیقه‌ایه که خیلی‌ها دوست دارن کتاباشو محتواشو، با اینکه چیز خاصی نداره ولی چون همون ساده بودنش و اینکه چیزایی که اکثرا باش سر کار داریم و نوشته احساس همدلی میکنم باهاش، برای همین اوکیه. ولی من واقعا خوشم نمیاد از کتاب و محتواش. خب بالاخره این کتاب چون پرطرفدار خواستارش زیاده انتشاراتش چاپ میکنه، من کاری ندارم، ولی واقعا حرف دلم اینه که حیف این کاغذهایی که به خاطرش درخت بریده میشه و میاد توی این کاغذها با محتوا متن و کلمه‌ای پر میشه که علاوه پر نمیشه. یعنی صفحه قشنگ 1/3 هم پر نمیشه. هر صفحهش، هر قسمتش فقط یه جمله یا 2 جمله، یه چند کلمه‌ای نوشته میشه و من حیفم میاد. نمیتونم به انتشارات چیزی بگم، ولی کاش میشد نسبت به اون حجم متن و مطالب و محتوای داخل کتاب اندازه کتابو چاپ کنن، صحافی کنن، چون که واقعا حیف اون همه کاغذه که به خاطر 2-3 کلمه و اینجور محتوای حیف میشه به نظر من، چون چیزاییه که میشه تو اینستا هم خوند. خب رتبه سوم یه کتاب فارسی اول دبستان نوستالژی دهه 60 که خیلی پرفروشه و اینکه نسبت به کتاب‌های خوندنی پرفروش داره این برام عجیبه. ولی خب حالا خیلی چون حس خوبی میگیرن و باعث یادآور خاطرات گذشتهشون میشه، حس خوبی میگیرن، میشه حقم داد، چرا که نه. خب رتبه 4 میرسه به کتاب چرا تا به حال کسی اینها را به من نگفته بود. این کتابم فوق‌العاده است. این جزو کتابای مورد علاقه روانشناسی خودمه. با مجموع تعداد 197 تا پارسال فروش داشته. خوبه ولی لیاقتش بیشتر بود به نظرم، تا بالای 200 تا بوده. کسایی که تکه‌ای از یک کل منسجم و خوندن و میان میگن که مشابه تکه‌ها برامون یه
کتاب روانشناسی مثلا معرفی کنیم، من این یکی از کتابایی که بهشون معرفی میکنم. درسته شاید هر موضوعی که راجبش صحبت میشه مثل تکه ها کوتاه نباشه، ولی بازم میدونین مثل تکه ها اومده راجب یه سری مسائل مهم صحبت کرده، مثل اضطراب، افسردگی، ارتباط برقرار کردن و امثال اینا، با مثال های خوبی که زده، تحلیلشون کرده، راه حل داده و خیلی کمک کننده است. عنوان کتابی که گفته شده چرا تا بال کسی اینا رو به من نگفته، دقیقا اشاره داره به این که چیزای مهمی که تو زندگی ما نیاز داریم کسی اینا رو به ما گفته باشه. وای بچه، همین الان که دارم این ویدیو رو ضبط میکنم یه طوفان شدید داره میاد. رتبه 5 میرسه به کتاب سمفونی مردگان از عباس معروفی، از نویسنده‌های سرشناس فوق‌العاده وطنیمون. من سمفونیشو حقیقتش نخوندم فعلا، سال بلواشو خوندم، خیلی قشنگ بود و همین باعث شد که خیلی مشتاقم سمفونی مردگانشو سری شروع کنم. از اثرای شاهکار عباس معروفیه و من واقعا دلم میخواد که وقت پیدا کنم که بشینم بخونمش سری. حتما بخونیدش اگه نخوندین. هیچی، همین. خب بریم گزینه رتبه 6، زنان زیرک. زنان زیرک بیشتر از نشر دانژه هست، فروشش نشر دیگه هم داره. من فکر کنم نشر شمشادش رو خوندم و راضی بودم، ترجمه خیلی خوبی داشت. با مجموع 190 تا پارسال فروش داشته. زنان زیرک کتاب ریسکیه. از چه لحاظ؟ به نظر من بهتره کسایی بخوننش که کلاً زیاد مطالعه میکنن، نه اینکه یکی که اصلا مطالعه نمیکنه بیاد یهو زنان زیرک رو بخونه، یا مثل همون 40 اشقان قدرت. یا خدا، میدونین چیه؟ به نظر من خدا به اون آدم‌هایی رحم کنه که جزء اون نزدیکان کسایی هستن که مطالعه نمی‌کنن و یهو میان یا زنان زیرک رو میخونن یا 40 اشقان قدرت رو. این کتابا، ببینید، زنان زیرک رو اول توضیح بدم. زنان زیرک میاد یه سری سیاست‌های رفتاری، اخلاقی، گفتاری در خانم‌ها رو میگه که ما بهتره اونا رو در رابطه پیاده کنیم و باعث میشه طرف بیشتر جذبمون بشه. ولی این سیاست‌های رفتاری که داخلش توضیح داده، به استقلال فکری نیاز داره. اینکه بدونید کجا، کی و چه مقدار این سیاست‌ها و راهکارهایی که داده رو انجام بدیم، پیاده کنید تا چه حد. این خیلی مهمه. خیلی رو شنیدم اومد مشتری بود که این زنان زیرک رو من خوندم و با خنده گفتش که به جای اینکه رابطه‌ام بهتر بشه طرف فرار کرد. Oh Lord. Again. Again. Nothing new, nothing changed, same old shit. خب ببین، دقیقا زنان زیرک جز اون کتابای ریسکیه. اینم از زنان زیرک که پارسال جمعاً گفتم 190 تا فروش داشته. خب بکنم تا همین جای ویدیو، تا همین قد که معرفی کردم فعلا کافی باشه. وای خودم نفسم نمیاد دیگه، برم یکم آب بخورم. خب اگه دوست داشته باشیم پارت 2 هم بذارم، حتما تو کامنت ها بهم بگید، نظرتونم بگید راجع به اگه این کتابا رو خوندین نظرتون چیه، پیشنهادش میکنیم به بقیه هم نظراتتون رو ببینن. خب خوشحال شدم دیدمتون، امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه، کمکتون کرده باشه و اینکه لایک و سابسکرایب یادتون باشه. نزدیک امتحانات، موفق باشید. امیدوارم بتونید امتحاناتون رو با آرامش و خوبی بدین، نمره‌های خوبی بگیرین. تا ویدیوی بعدی دیگه فکر کنم حرفی ندارم. فعلا خداحافظ. نشنیده باشه یا نخونده بودتش، نخونده باشدش. تا ویدیوی بعدی فعلا خداحافظی کنم دیگه. میخواستم چی بگم؟ ای وای. خب دوستای گلم Oh my god.